سلام. قراره با همدیگه توی این ویدیو ببینیم شخصیت آبان توی سریال خیانت دیده بود یا خیانتکار. آبان خیانت کرد یا نجات پیدا کرد؟ توی این ویدیو رفتیم سراغ سریال جنجالی این روزها آبان. این سریال رو زیر ذره‌بین وکیلشیم گذاشتیم و با دو نگاه متفاوت بررسیش کردیم. فائزه طرف آبانه و میگه یه زن حق داره خودش رو نجات بده. محمد رضا اما منتقدشه و معتقد آبان مسیر اشتباهی رو رفته. قراره توی این سری ویدیوها داستان شخصیت‌های مشهور رو از نظر حقوقی بررسی کنیم. دوست داریم نظرت رو درباره این سری ویدیوها بدونیم. از توی کامنت‌ها بهمون بگو. بر همین اساس از سریال آبان من یک سری سوال در آوردم. این سوالا رو ازتون میپرسم و نظر شما رو دربارش میپرسیم. من میتونم پس بزنم سوالش چیه، چون دیگه فیلمش مشخصه و منم میدونم حدودا چطوری. و برخلاف ویدیو قبلی این بار من میخوام یه سمت سو رو بگیرم و فائزه یه سمت سو. قرار نیست خیلی ویدیوی آرومی داشته باشیم. و نقد سریال هم نیست. داریم از لحاظ مستقیم میزنیم تو حقوقیاش. از دید حقوقی بررسی می‌کنیم. اینش قشنگش میکنه. سوال اول اگه آماده این شروع کنیم. من آمادم. سوال اول اینه: به نظر شما آبان واقعا قربانی فریبرز ثابت بود یا خودش تصمیم گرفت که با یه مرد دیگه وارد زندگی بشه و بسازه؟ اول تو میگی یا که شروع نکرده ولی رابطه مخالفتمو در میان حرفایتون ببینم. به نظر من خب شخصیت آبان رو وقتی که توی فیلم میبینیم حسی که من میگیرم این شکلیه که درسته که یک سری اتفاقات برای آبان میفته که باعث میشه که حالا توی شرکتی که میره بدهی مالی که داره و تهدیدی که همسرش میشه، تمام ایناها مجموعه اتفاقاتی که شاید شرایط رو برای آبان راحت‌تر میکنه که مثلا بپذیریم که آره این کار رو کرده، ولی به نظر من باز هم یک انتخابه. یعنی میتونست در حالی که حتی اون طلاق سوری رو گرفته ولی اون احساساتی که داره انجام میده، یه سری کارهایی که داره میکنه، رابطه‌ای که داره شاید پیش میده، یه سری مخفی کارهایی که میکنه نکنه و به نظر من داره خیانت اخلاقی میکنه. من این نظر رو دارم که کاری که داره میکنه خیانت اخلاقی و واکنشی که از امیر داره میگیریم و یه سری جاها درسته که امیر شاید تو مخ بیننده این سریال باشه شخصیتش، ولی خیلی از عصبانیت ها، خیلی از اون حس های درونی و زجری که داره میکشه به نظر من میتونه علت خود آبان باشه. من میگم که این کلا کاری که آبان انجام داد یه واکنش غریزی نسبت به این حجم از قربانی شدن، این حجم از اجبار، یعنی اینقدر که تو اجبار بشی به این کار اون کار و اینا اتفاقات پشت سر هم بیفته، واقعا تو رو قربانی شرایط میکنه و اصلا تو این شرایط انتخابی وجود نداره. تو باید یک سری از کارا رو انجام بدی. چه انتخابی هست؟ ببین مخالفم به این دلیل که درسته که آبان شرایط براش سخت شده ولی نوع رفتاری که میکنه ولی که این میتونه یه نمود اجتماعی هم داشته باشه که خیلی وقتا خیانت ها از اونجای شروع میشه که یک نفر شاید اصلا برگردیم به این که مثلا وقتی میگیم یه نفر میره توی محیط کار میتونه خیلی بسته رفتار کنه، ولی آبان اینجا بسته رفتار نمیکنه مثل خیلی از خیانت های خانم هایی که این بسته رفتار نکردنشون میشه بستر یا همون چراغ سبز خیانت یک رابطه. من سوال یکم جزئی تر بکنم، یعنی الان شما دو نفرتون با اینکه آبان اون طلاقه رو باید انجام میداد موافقین دیگه؟ یعنی طلاق سوریه باید اتفاق میفته. طلاق سوریه باید اتفاق میفته چون اجبار شرایط خیلی زیاد بود. با نوع رفتار بعدشه. من معتقدم که رفتار آبان بعد از اون باعث میشه که تمام اون سلسله برقرار بشه و بعد از اونو کاری نداریم. ما اول باید ببینیم که وقتی که اون طرف این شرط بهش اجبار شده اون لحظه واقعا مهمه، نه اینکه بعدش چه اتفاقی میفته. تو وقتی اجبارن وارد یک رابطه ای حتی کاری شدی، بعدش های مهمه تو کار مثلا چه اتفاقایی داره میفته. خیلی مهمه دیگه. نه دیگه. اصلا ببین این که این اجباری که به خاطر شرایط مالی براش اتفاق افتاده نه اختیار داره، این اجبار توجیهه. این که ما بگیم مثلا چون خانم توی شرایطی قرار گرفته که حالا مثلا اون طرفش هست مجبورش کرده طلاق بگیره
میتونه برخورد خودش رو جمع و جور کنه، میتونه سفت و سخت برخورد کنه. وقتی تو اون شرایط باشی، اون بدهکاری سنگین باشی. نه شرایط ما خیلی‌ها تو شرایط سنگین مالی هستن. خاصی نیفتاده این میتونی اصلا چه اتفاق خاصی؟ چرا دیگه؟ ببین این که یه رابطه ای که درست بوده شروع کرده به سرد شدن و جلو رفتن. ببین حالا امیرم این ور رابطه کسیه که میاد و یه جای خیانت میکنه، ولی خود شخصیت آبان اینجا به نظر من رفتار خودش نمود خیانت داره. آره. خب نگاه کن، فرقش اینه، تو میگی رفتارش نمود خیانت داره، یعنی این جاده خیانت که باشه این نمودشه. اما امیر جاده خیانت، امیر جاده کشیده تو خیانت. آره خب میشه تحلیل شخصیت امیر. تحلیل شخصیت امیر که جداست، ولی خود آبانو من میگم خیانت کرد. اینقدر خیانتکار و بده تو بری مثلا آدم خوبه باشی. یعنی چرا؟ بدیه یک نفر توجیه بدی تو رو میکنه. اینا شخصی که نمیشه. نه دارم تو رو به عنوان شخصیت آب، کلا اینجا سیستم رو سیستم شخصیت آبانه دیگه. مثلا آیا الان بدی امیر توجیه رفتار آبانو میکنه؟ آخه من به عنوان شخصیت آبان اصلا خطایی ندیدم، هیچ رفتار اشتباهی رو نمیبینم. نظر من مخالفه. به نظر من باز بودن رفتار آبان شاید خیلی از داری تو ریتم اتفاقاتی که توی شرکت میفته، جایی که آبان مثلا نظر من امیر میاد برخورد آبان رو ببینه با ثابت و هر کدوم از اینها، خود من وقتی خودم رو جای امیر بذارم و بخوام شخصیت آبان رو ببینم، به نظر من این شک و دودلی رو در مرد ایجاد میکنه به خاطر رفتاری که داره اتفاق میفته. باید نمره بدی به احساسات خودت. وقتی شک و دودلی باید واقعا صفر باشه، نه باید مثلا 10-20 اونقدر تاثیر بذاره رو رفتارهای بعدت با من. میدونی چی میگم؟ حالا یک سوالی ما داشتیم جلوتر میخواستم بپرسم، ولی با توجه به بحثتون الان اینجا میپرسم. فکر نمیکنین که این رفتارهای آبان به خاطر کمبودهایی بوده که از قبل توی رابطه با امیر داشته و الان میبینه که رابطه نمیکنه؟ چرا باید همه چی و یه طرفه بیاد به چقدر احساس باید خرج بشه، چقدر وفاداری، چقدر نکته اول تا اینکه مثلا اون فرد مقابل نه احساسی به تو داشته باشه، نه صحبت درستی داشته باشه، نه رفتار درستی باشه و خیانت هم بکنه و تو هنوز اون آدم خیلی خیلی خوبه، قهرمان باشی که با این که طلاق گرفتی مثلا دست از پا هم خطا نه. یعنی الان نظر تو این شکلیه که مثلا کسی رو که خودش آبان انتخاب کرده، الان امیر انتخاب آبان بوده تا قبل از اینکه این شرایط ایجاد بشه. تو سریال هم ما وقتی میریم میبینیم که اوایل رابطه‌شون اوکیه. یعنی این انتخابه وجود داشته. حالا نظر من اینه که زمانی که آبان داره یه شرایط بهتر رو میبینه، یه نفر میبینه که بیشتر داره ازش ساپورت میکنه، بیشتر به اصطلاح خودمون وضعیت مالی بهتری داره، حواسش هست، اون مردانگی رو بیشتر داره، جذب شخصیت ثابت میشه و تأثیر میذاره رو رفتارش، توجهی که میگیره. کل اجبار رو نباید حذف کنی، چون الان این یک شرایط خاصه از نظر من که تو توی یه رابطه قرار گرفتی که اجباریه و بله وقتی که تو اون اجبار میبینی که با این که اجباریه همچین چیزهایی هست، با تو ذهن خودت میگی پس چرا رابطه من اینا رو نداره؟ خب اگر اینطوری باشه شاید مثلا خیلی از خیانت‌ها توجیه پذیر بشه اونجوری. الان دو وجه توی ذهن من میاد با توجه به صحبت‌های شما. یکی اینکه درباره انتخاب آبان صحبت کردی، گفتی امیر انتخاب آبان بود. یعنی سوال من باز الان اینجا سوال برام پیش میاد که یعنی آدم حق نداره انتخاب اشتباه کنه بعد ببینه اشتباه بوده و بره انتخاب جدید بکنه؟ قطعاً حق داره. تو هر جایی از مسیرت که بفهمی که اون انتخابت اشتباه بوده یا اون انتظاراتی که تو می‌خواستی از رابطه رو داره برآورده نمی‌کنه، هممون یه بار قرار زندگی کنیم. آیا تو واجبه که مثلا با منی که اذیتت می‌کنم تو رابطه باشی، تو زندگی باشی، هر چقدر من دوستم داشتی؟ این سوالیه که برای خودم پیش اومد و در ادامه سوالم حالا باز دوباره میگیم که دست روی دست بسیاره دیگه به هر حال. یعنی بالاخره تو هر انتخابی هم داشته باشی یه آدم کاملتر باز ممکنه توی ادامه زندگی ببینی. یعنی هر کی کاملتر دیدی باز دوباره باید بریم مثلا با اون نفر. ببین به نظر من جواب سوالی که پرسیدین این شکلیه که ببین درسته که یه نفر حق داره که مسیرش رو هر جا فهمید اشتباه جدا کنه، ولی به شرطی که طرف مقابلش رو وابسته نگه نداره. نه اینکه اون شخص، مثلا میگم امیر، نه که بگیم امیر خودش باید وابستگی رو کم کنه. ببین آبان چیزی که بود گفتش که ما میایم طلاق سوری میگیریم، خب و این سوری بودنه یعنی چی؟ یعنی من هنوز تو رو دوستت دارم
اجباراً اونجا و رابطه زناشویی ما کاهش پیدا نکرده. ولو که مثلا ما تو خیلی از رابطه‌های جامعهمون می‌بینیم که طرف در حالی که با یک نفره، خب اگر میخواد بره سراغ نفر بعدی باید این رابطه رو کات کنه. چرا خیانت اتفاق میفته؟ چون آدم رابطه جرأت روبرویی با نفر اولش رو نداره، جرأت روبرویی با احساسات خودش رو نداره که بیاد بیان کنه این احساسات واقعی منه، من دیگه از تو خوشم نمیاد، دیگه نمیخوام با تو باشم و میخوام برم سراغ آدم بعدی. چون نمیخواد اون سرزنشه، اون چالنجه، اون دعواه رو بپذیره، اون رو به جون خودش بخره. میگه خب من تا یه جایی این رابطه خودم رو، حالا خوبیاش و بدیاش، اکت کردن خودم رو نگه میدارم، بهترها رو هم دارم. به نظر من شخصیت آبان داره اینجا این کار رو میکنه. نمیخواد مستقیم همه چیز رو با امیر تموم کنه، ولی از اون ور هم داره یه چیزی رو با ثابت حداقل بین خودشون میسازه و این میشه اون جایی که یه نفر اگر میخواد از یه رابطه بره بیرون باید رابطه رو تمام 100% از بین ببره و اگر از بین نمیبره پس داره به احساساتی که حتی یه ظرف پر رو در نظر بگیرید، وقتی ظرف نصف هم میشه بازم توش چیزی به اون باقی مونده احساسات اون آدم داره خیانت میکنه. حالا سوالی که باز پیش میاد اینه که وقتی فرض کنید توی رابطه ای حالا خانم خسته میشه مثلا از اون رابطهش، از نادیده گرفته شدنش و از سردی رابطهش، حق داره بره کسی دیگه انتخاب کنه؟ به نظرت فائزه؟ اگه اون نفری که حالا اون خستگی تا ناشی از چی باشه، یه موقعی میبینی خستگی مثل آبان اینطوریه که تو واقعا تو مشکلاتت نمیبینی طرفت کنارت وایستاده یا مشکلات تو رو بدتر سنگین‌تر میکنه، یعنی میبره توی فاز دیگه، یعنی از طرف مثلا بدهکاری میبره تو فاز قتل و فلان و دوباره دوتاشون تو زندان از چاه به چاله میندازه. این جور شرایطی وقتی که بعد انقدر زیاد واسه میاد مشکل چی شده؟ چاله به چاه میندازن، از چاه به چاله نمیندازن. به هر حال این خستگی اگه ناشی از واقعا یک دلیل اصلی و واضح باشه، چرا که نه؟ تا کی باید تو مدافع یک آدمی باشی که داره بهت آسیب میزنه، خستت میکنه، صبح و شب تو همه رو خراب کرده و جز این کاری نداره تو زندگی با تو، مجبور دیگه، برای چی باید وایسته؟ یعنی به نظرت من میتونی آیا مشکلاتی که اون آدم روز به روز داره واسه ایجاد میکنه رو سرپوش بذاری یا درستش کنی؟ نه نمیتونی. میتونی خودتو نجات بدی؟ بله میتونی. این یه واکنشه. پس به نظر من الان دو این شرایط هر دو نفر خیانتی که دارن میکنن، چه امیر چه آبان، ریاکت به اینه که اتفاقی که داره میفته. یعنی یه سری احساساتو همون که میبینیم مثلا امیر همه کار داره میکنه، قتل و گردن میگیره، حاضر سرایدار اونجا بشه که آبانو برای خودش نگه داره، اما این اتفاق میفته و میبینه یه سری جاها آبان از ثابت حمایت میکنه، رابطه‌شون میبینه، آبان تو خونه ثابت رو میبینه، تمام اینها پس میشه چی؟ میشه ضربه هایی که داره اینجا امیر میخوره دیگه. پس اینجا هم با این که میشه گفت رو کاغذ از دو نفر از هم طلاق گرفتن، پس رابطه ای هم که امیر با بهار میگیره با توجه به احساساتی که داشته، پس اونم خیانت نمیشه دیگه. برای چه خیانت نشه؟ داریم میگیم که رابطه جدا شدن. نه دیگه، گفتی احساساتی هست که وجود داشته، درسته؟ خب آره. پس چرا رفته وارد رابطه شو؟ خودت گفتی که این احساسات وجود داره. آره. نگه داشته و رفته مثلا با یه نفر، این خیانت دیگه. پس انگار هر دو نفر اینا کاراکترها خیانت کردن. چون اصلا توی کاراکتر آبان به خیانتی نرسیده. چه خیانتی وجود داره؟ طرف رفته خونه یکی وایستاده، این آیا خیانته؟ به نظر خودت لحاظ عاطفی، حالا بخوام شخصیت آبان رو بررسی کنم، آیا اینکه دو نفری که با همن، یه نفر دیگه یه خانم بره تو اون خونه یه نفر دیگه باشه، پیشش باشه، چه چیزی رو تضمین کنه؟ برای من این زندگی یه بخشی از زندگی. من اینو نمیپذیرم که این یه بخشی از زندگی باشه. به خاطر اینه که این به یه چارچوبی هر رابطه شخصی داره و این وقتی پا فرای چارچوب میزنه، خیانت در نظر من فقط رابطه نیست، فقط رابطه جنسی نیست، اینه که اون داره وارد یک سری چیز، رابطه خیانت جنسی رو انجام میده و باز خیانت نیست، یعنی معتقدی باز دو نفر با هم خیانت نمیکنن؟ نه میگم دو نفر خیانت میکنن، جمله اشتباه گفتم، خواستم دو نفر خیانت میکنن به خاطر احساساتشون. خب ولی میگیم که همونطور که امیر رو ما داریم اینجا میگیم که خیانت کرده و توی تو میخواد هر دوتا رو یه چیز در نظر بگیری، چرا اینو در نظر نمیگیری که این خیانت نکرده اما این خیانت کرده و این خیانت دیده؟ نه من خب مثلا من اختلافم همینجای دیگه. آره تعریفتون از خیانته
تعریفتون از خیانت با هم دیگه من دارم میگم این که آبان ببین امیر رو بگیم خیانت کرد گذاشتیم کنار، همون چالش اول ویدیو که خود آبانه. خب تو داری میگی آبان خیانت نکرده، کل صحبت ویدیو اینه. من دارم میگم آبان خیانت کرده. چرا خیانت کرده؟ چون هر رابطه‌ای از نظر من یک چهارچوبی داره. این که توی نوعی یه زن وقتی توی یک رابطه است باید یک حدی، حتی اگر رابطه کاری، حتی اگه تو محل کار میشه خیانت زیاد میشه، چون این حد شکسته میشه. حتی وقتی تو محیط مردونه‌ایه که واقعا داره تلاش میکنه واسش که این اتفاقا نیفته. تلاش کاریه ولی رابطه عاطفی داره شکل میگیره میره خارج از اون چارچوب و اون خودش یه خیانت. خیانت یعنی حسی که تو باید با یک نفر فقط تجربه کنی رو با یک نفر دیگه هم تجربه کنی، میشه همون تجربه این حسه. من به این دلیل که اون داره این کار رو میکنه میگم شخصیت آبان در تایملاین سریال میتونه خیانت کنه. من میگم کلا این خیانت اصلا رخ نداده که ما بریم سمت این که مثلا این دفاعش کنیم. ببین یه سری اکت ها هست خب همش سوء تفاهمه. مثلا من به تو توجه میکنم، شاید ممکنه به خیلی های دیگه هم توجه کنم در طول روز. خب این اشتباهه. خب مگه میشه اشتباه باشه؟ آره این نظر من کاملا اشتباهه. به عنوان یک انسان آیا نشده تو به کس دیگه توجه کنی؟ کلا نوع توجه متفاوته. خب صرف این که یه نفر بعدم توجه وقتی تکرار میشه یعنی منظوری وجود داره. هنوز اتفاقی نیفتاده. خب ببین اصلا نکته من همینه. خیلی از پرونده‌ای که ما داریم وقتی که خانم پیغام آقا پیغام میده میگه من الان پشیمونم که خیانت کردم، نمیدونم چی، این جمله رو خیلی میشنم، نمیدونم چی شد که من اون رابطه رو برقرار کردم، تو جنسی برقرار کردم. چی شدش؟ دقیقاً همین قدم به قدم هایی که فرض کن خیانت از لحظه‌ای که شما پاتو از چارچوبت میذاری بیرون تا لحظه‌ای که رابطه جنسی رو برقرار میشه توی یه رابطه‌ای. آقا چارچوب میشه این که من با کسی نخندم مثلا. چارچوب میشه چی؟ چارچوب میشه اون چارچوب میشه اون توجهی که ببین یک جنسی از محبت، یک جنسی از توجه مال رابطه ی دو نفر است. وقتی اون جنس توجه، اون مدل خنده، اون مدل شوخی، اون مدلی که یک به اصطلاح ما کمستری ایجاد میشه رو میذاری با یک نفر دیگه که آبان در برقرار میکنه، این میشه شاید گام 10 خیانت، گام 20 خیانت. مثال خاص اگه بخوام بزنم، مثلا به نظر شما یک دو نفر که با هم همکارن، آقا میاد برای خانوم همکارش یک هدیه‌ای که میدونه مثلا اون خانوم خیلی دوستش داره اینو میخره و به خانوم میده برای یه مناسبتی یا حتی بدون مناسبت. این به نظر شما توجه خاصیه که نباید معطوف اون خانومه میشده یا اشکال نداره همچین چیزی؟ من اصلا مسئول اتفاقایی که از بیرون برای من میفته که نیستم. کاملا باید موافقم، ولی من قبول کردن خانوم خانوم نکردم که مثلا بخوام آفرین جوابی پس بدم. اون طرف یه هدیه گرفته و این وضعیت انسانیه که هدیه که گرفتی بذاری رو میزت. آره من تا موافقم با حرفت. ریاکت مناسب همینه. یعنی تو نمیتونی مسئول رفتار بقیه باشی. هستی که توی شرکت فلان کار کنی و بدهی سنگینی داری، خب وقتی یه نفر صاحب کارته و انتظار داره که وقتی مثلا کارتو داری درست انجام میدی یه لبخند بزنی و این معنیش واقعا خیانت نیست. خسته نباشی قربون شما. یعنی خیانت نه این که خب میشه، نه این میشه رابطه متعارفی که وجود داره. ولی رابطه‌ای که آبان داره تو سریال ایجاد میکنه بیشتره. اجبارش انقدر که زیاده این رابطه واسه شما خیلی برد شده. فرض کن الان این شکلی کنه که فرض کن حالا تو سریال نمیتونه باشه، خب ولی مثلا توی فرض کن یه سریال خارجی این سریال بود ثابت آبان خارجی کلا دیگه ثابت مثلا نمیخواستین بگیم آیا خیانت هست یا نیست یا مثلا قرار چی کار بشه. فرض کن ثابت میومد به آبان میگفتش که خب قطع گردن امیره، تو باید با من رابطه جنسی داشته باشی. بعد اینجا هم توجیهش در ادامه همون میشد که چون فشار وجود داره پس من این رو هم باید بپذیرم. ببین خیانت نه دیگه اینجوری خیلی کار زشتیه. این که آدم‌ها به خاطر هر فشاری و هر چیزی بدون اینکه بهاش رو بدن پس باید هر خفتی رو بپذیرن که این خیلی کار اشتباهی از نظر من. وگرنه خیلی از آدم‌ها دارن الان چیزای بدتری، فقر رو تحمل میکنن، مشکلات اقتصادی تحمل میکنن، بیچارگیشون تحمل میکنن ولی شرافتشون رو نگه میدارن. آبان تو این سریال داره کوچولو شرافتشون رو میبره زیر سوال.
شخصیت آبان به خاطر این دوست داشتنیه که تونسته از این شرایط پاشه. ببین نگاه کن، حد نظر من شخصیت آبان تا یه جای دوست داشتنیه تو سریال، از یه جای به بعد دیگه داره خودش رو از دست میده. ببین اول سریال شخصیت آبان یه شخصیت زرنگه، باهوش، نابغه است که میتونه خودش رو دراره. خب میدونی چرا این ذهنیتون یه چرا داری؟ چون شاعرش یک آدم بیورزه است، بیورزه و خنگه اینجا، خودش اینجا نابغه است. بعد این تو سریال با کسی آشنا میشه که دقیقاً همینجا و حتی یکم بالاتر، لول بالاتری از خودشو داره. بعد این دوتا، این رابطه این دوتا برات فاصلش انقدره، میگی اوکی نه دیگه مثلا کم شده، الان از نابغگی در اومده. اما اینو نمیبینی، اینکه از کجا تا کجا یه شخصیت یک زن واقعا در مقابل، همیشه در مقابل با مردها مقایسه شده. یعنی تو میتونی انقدر ظرف بشوری، تو نمیتونی کار خونه کنی، تو نمیتونی با فلانی ارتباط داشته باشی، ولی مرد مثلا همه این کارا اوکی. بر همینه که ذهنیتت اینه که مثلا الان دیگه نابغه نیست، دیگه چیز نیست، دیگه اوکی نیست، دیگه دوست داشتنی نیست. ببین مثلا میگم یه جای سریال الان وقتی که از آبان میخواد که مثلا بره پیشش ولی شب بره، خب این آبان میتونه همون رو بذاره و فردای صبح بره. وقتی شخصیت رو اینجوری نشون میدن که شخصیت نابغه است، اصلا اون جایی که آبان شب میره خودش یه گام اشتباهه. چرا؟ خاطری که شب موندن خونه یه نفر، شب رفتن خونه یه نفر خودش میشه چی؟ چیزیه که تو ذهن کلا جامعه همین هست. یعنی وقتی من فکر می‌کنم یعنی ما باید همه خیانت ها رو تو ذهنمون صاف کنیم. آقا چیه؟ آقا اینی چیه؟ که تو شب اومده بیرون، پس همین دیگه. یعنی پس ما اجازه داریم که بتونیم مثلا تو رو اذیتت کنیم، یا اجازه داریم که بهت آسیب برسونیم، یا اجازه داریم که از احساسات سوء استفاده کنیم. یعنی تصویر جامعه دقیقاً همینه. یعنی یه دختر میتونه شب بره بیرون، ولی چون تصویر جامعه و عرف جامعه اینه که شب خطرناکه و شب خیلی اتفاقا میفته، وگرنه شب به خودی خود که اتفاق بدی نیست. خدا روز و شب رو با هم خلق کرد. این تصور جامعه است که انگار اون مرزهایی که تو داری و راحت‌تر آدم‌ها میتونن بهش آسیب برسونن، صدمه برسونن. بازم این یه چیزیه که تو جامعه است. درسته. آره. تو جامعه هست. وگرنه خیلی از جوامع دیگه‌ای که فرهنگش هست، خب اوکی شب مثلا میخواد خونه تو بمونه، هر اتفاقی هم که مثلا بیفته اوکیه، یعنی چیز خاصی نیستش که مثلا فکر کنی که مثلا تو آیا خیانت کردی، گناهی کردی یا چیزی، یا اجازه دادی که بهت صدمه وارد بشه. یعنی این چیزیه که پذیرفته شده است، از قدیمشون بوده، ولی وقتی تو فرهنگ ما نیست و ذهنیت جامعه اینه، پس آره دیگه نباید انقدر جسورانه مثلا از خونه شب خارج چی بری خونه یکی دیگه بمونی. آفرین، نباید. آره. و نباید واقعا. ولی نشونه خیانت نباید. نیست. خب نه نباید دیگه واقعا. ببین من با همه این حرفات موافق بودم. ببین یه سری چیزا درسته، عرف غلط یا درست، خب ولی مثلا من الان میدونم که اگر شب برم توی کوچه‌ای احتمال اینکه خفت بشم بالایه. حالا اینو من میدونم، اینکه ولی تو دبی بری اینجوری نیست. خب نیست. پس من وقتی این رو میدونم دیگه نباید بگم که حالا چرا من اونجا نیستم، من که میدونم اینجا. پس وقتی دارم میرم افتاده ها. نه تو ببین رفتی بیرون، تو رفتی بیرون توی همین شهر خودمون، بعد واسط اتفاقی هم نیفتاده، برمیگردی خونه، اوکی؟ بعد دوچار سرزنش میشی، تو چرا بیرون بودی؟ اگه میدزدیدنت، اگه فلانت میکردن، یعنی همه یه سال اتفاق چقدره؟ یه بار دیگه اتفاق. ما تمام این احتیاطا رو میکنیم که یک بار طرف خیانت نکنه و زندگی فنا بره، یک بار چیز نشه. من خودم تو سن 15 سالگی خفت شدم. چرا؟ چون دقیقاً از همون جایی شروع شد که من بابام بحثم شد، رفتم بیرون و دقیقاً در شب برگشتم و خفت شدم. چرا؟ چون من نباید تو شب تاریک میرفتم بیرون. همه شب دیگه از 15 سالگی به بعد داشتی تا 25 سالگی، درسته؟ خب ولی یک بار کافیه. نه تو برای اینکه جلوی یه چیز بد رو بگیری باید 100 بار هم مراقب باشی. بیرون نری دیگه کلا. نه نباید، نمیگم که بیرون نری، ولی وقتی میدونی آقا مثلا فلان جا، مثلا فلان قسمت شهر تاریکه، خطرناک، آقا پیاده نرو، تنها نرو. آبان اینجا میتونست توی این تو رفتی. ببین ما الان داریم آبان رو نقد
آفرین. یعنی به نوعی سرزنش هر دقیقاً. تو رفتی بیرون، اتفاقی واسط نیفتاده، خانواده یه سره بهت میپرن که چرا رفتی بیرون، چرا این خوبه. شاید من توی این سن فکر کنم بده، ولی اونا که بیشتر تجربه کردن آره کار خوبیه، به خاطر اینکه منی که یک بار این رو نپذیرفتم آسیبشو دیدم. اینم همین شکله. نمیخوای بپذیری. آخه نمیخوای نیفتاده. چرا افتاده؟ برای چی نیفته؟ نه نیفتاده. چرا دقیقاً افتاده و تو نمیخوای بپذیری؟ رفته خونش وایستاده همین. خب اگر همون جایی که میرفت خونش یه اتفاقی میافتاد چی؟ خب اگه که نیومده دیگه. خب ببین وقتی یک سر اینه که وقتی یه اتفاقی میفته آدما رو سرزنش میکنیم که اگه اون اتفاق میافتاد، اگه اون اتفاق چون شانس خیلی آدمای کول و باحالی. بابا نیافتاده. خب چون شانس احتمال افتادنش بالایه و وقتی که بیفته دیگه تمومه. کنترل کنی. نه ولی تو باید بفهمی، اون آبان باید بفهمه که این کارو نکنه. وقتی یه بعد اصلا وقتی که یه شخصیت خانوم میپذیره که یه آقای که شب ببین ما وقتی که تو عرفه نه شوهر خوبی داره، بچه باید وفادار بمونه. برای چی شوهر خوبی نداشته باشه؟ امیر بگا چیکار میکرد بیشتر تا اون جای داستان که امیر خیانت نکرده بود. امیر آبان خب بالا بودن آبان لحاظ عقل و شعور و صد که نمیتونه دلار خیانتش باشه. یعنی چی؟ که جدا شده. یعنی چی؟ وقتی که جدا شده هیچ رابطه ای هم نداره. چرا نه؟ قانونا، شرعاً، عرفاً همه چیز اوکیه. پس چرا احساسات امیر رو به خودش وابسته نگه می‌داره؟ پس خیانت میکنه. احساسات وابسته با بهار رفته. خب چندین قسمت قبل احساسات وابسته وجود داره. اصلا نمیپذیرم. من نمیپذیرم. اگه قرار به نپذیرفتن منم نمیپذیرم. نظر شماها چیه بچه‌ها؟ آبان خیانتکاره یا خیانتکار نیست؟ اینا بگین تو این ویدیو ببینیم که چطوری بوده و اینکه سابسکرایب یادتون نره، حتما لایک کنید ویدیو رو. امیدوارم که این چالشی که ما داریم در مورد شخصیت براتون جالب باشه. نه همیشه آخرش میگم، میگم اول وسطش بگم. ببین زود منو جاج کردی. ببین آره زود منو می‌خواستم ببینم که اون رفتاری که گفتی اگه من انجامش بدم چقدر عصبانی می‌کنه. ببین عصبانی زود جادم که عصبانی میشی. میگی زود جاج شدن. الان آبانم همینه. نه اینو نیست. زود جاج میشه. نه آبان داره خطر قبول وقوع خودش رو حفظ میکنه. چیزی که ما توی سریال دیدیم فکر می‌کنم آبان مثلا به طور کامل همه چیزو شفاف نیومده به امیر بگه و شاید اگه میگفت مشکلات کمتری پیش میومد یا حتی شاید مشکلات بیشتری پیش میومد. حالا به نظر شما شوهرت که شریک زندگیته و یا همسر و خانومت که شریک زندگیته باید همه چی رو بهش بگی یا نه میتونی یه چیزایی رو برای خودت نگه داری؟ یه صرفه چیزی کردم. و آبان باید میگفت یا نه؟ قطعا نباید میگفت. وقتی که توی تجربه های قبلیش وقتی که گفته متوجه شده که بیشتر داره کنترل میشه، بیشتر داره آسیب میبینه، بیشتر داره مشکل ایجاد میشه، بچه باید بیاد بگه. خودش تونسته از اون شرایط بیرون بیاد. چه دلیل داره که من همیشه وابسته به یه آدمی باشم که اون آدم یک سره مسائل منو داره سخت‌تر میکنه؟ ببین به نظر تو گوشی حریم شخصی یا نه؟ گوشی هست. برای چی باید؟ پیام‌های منه، کارهای منه، زنگای منه. برای چی دو نفری که با همدیگه شخصی ترین چیزها رو دارن باید گوشیشون حریم شخصیشون باشه؟ گوشی یعنی چی؟ یعنی من ارتباطاتی دارم که نمیخوام تو بدونی. پس این میشه چی؟ این میشه بازم یکی از همون گام‌های خیانت. من ارتباطاتی دارم که نمیخوام تو بدونی. اگه من ارتباطاتی دارم که تو نمیخوام بدونی ولی خیانت نیست، من کاریه، ولی تو هر بار میای توی این کاریای من دخالت میکنی، میگی فایزه باز این پیام داده، چقدر به این توجه میکنی فلان اینا. این چیه؟ آفرین. این یعنی چی؟ یعنی مشکل در کار من نیست. خب این مشکل چرا داره ایجاد میشه؟ به خاطر اینکه اینو خودم نگه دارم چون این مشکلات یک سره داره تو کار من. کار منی که این همه کار دارم و بدهکاری دارم. خیانت یعنی ضربه زدن به احساسات پارتنرت در هر لولی. این میشه خیانت. یه پارتنری خیلی بود یه سر شک. خب پس اینجا پارتنرت رو تمومش کنی. خب اوکی تموم، من دیگه با تو در ارتباط نیستم. خب حالا شخصیت آبان که هم شخصیتی نیست. شخصیت آبان خب نمیتونه همه چیز رو با هم بخواد. نمیتونه یک نفری که از نظرش اشتباه. ببین یه دختر نمیتونه یه پسری که از نظرش 50% اشتباه 50% درسته رو داشته باشه تو آب نمک بذاره با یه نفر دیگه که از نظرش 90% درسته شروع کنه این رابطه رو برقرار کردن و باهاش بودن. یه دختر میتونه وقتی که یک نفر رو دوست داره پاش بمونه
خب و اون نفر دیگه که داره همش بهش توجه میکنه رو نادیده بگیره. خب ولی شخصیت آبان نادیده نمیگیره. چرا داره نادیده میگیره؟ نه. چه اتفاقی افتاده واسش؟ نه، نوع اهمیت دادن، اینکه تو نگران بیماری های یک نفر باشی، اینکه تو باهاش شوخی کنی، تمام اینها. کلا اون طرفی که داری طرفشو میگیری خیانت رو کامل انجام داده. من طرف امیر رو نمیگیرم، من دارم میگم آبان هم شخصیتش خیانتکاره. نه خیانتکار نیست. چرا؟ به تمام دلایلی که از اول ویدیو گفتیم. خب بگید چرا نیست. ببین یه نفر داره یه سری رابطه رو میسازه. نداده عزیز من. خب این مثل میمونه که ما بگیم تا زمانی که یک نفر آدمی رو مثلا باهاش رابطه برقرار نکرده خیانت اتفاق نیفتاده. یک بار تعریفتون از خیانت هر کدومتون بگین، فکر می‌کنم تعریفا خیلی فرق داره. خیلی فرق می‌کنه تعریفمون. تو تعریف تو بگو. دیگه تهش تعریف من از خیانت یعنی احساسی که تو فقط باید با یک نفر تجربه کنی رو، این احساس رو با نفر دیگه‌ای هم تجربه کنی. شده حتی اینکه تو یه حس دوست داشتن نسبت به نفر داری یا از هر چیزی، تو انقدر کنترل کنی. باید کنترل کنی. نه. تو باید تعهد داشته باشی. تعهد تو رابطه سختش همینه که من بتونم احساسات خودم رو یک کنترل کنم، دو چیزهایی که حالا مثلا میگم یه جایی من میرم یا همکاری میبینم این اکتی که داره میکنه، مدلی که من داره سلوک میکنه باعث میشه من یه حسی رو احساس کنم. من اگر متعهدم باید اون آدم رو از چارچوب خودم آنقدر که میتونم دور کنم. خب و باش جوری رفتار کنم که دیگه اون احساسه برای من پیش نیاد یا خودم بهش دامن نزنم. واقعا این تعریف از خیانت رو قبول دارم. خب ولی وقتی که توی این پرونده با این شرط اجباری نگاه میکنی، وقتی طرف کاری نکرده و وقتی طرف میره میبینه که اون طرف مقابلش کاری کرده، برمیگرده، مجبور میشه که برگرده تو اون حالت عجیب و غریب، این واقعا نمیشه اول تو خیانت دیدی و بعد نخواستی بری دیگه پیش اون کسی که باهاش بودی؟ ببین من اینو قبول دارم که آبان اول خیانت دیده. خب یه سری اتفاقا برای خودش افتاده. اینا که قبلش بوده خیانت نیست عزیز من. چرا؟ این یک سری از اتفاقاتیه که به نظرت این رفتارهایی که آبان داره یا حالا همراهی که با فریبرز ثابت داره از روی ترس نمیتونه باشه؟ ترس از اون فشاری که روشه. من دقیقا همینو دارم میگم وقتی که اون شرایط وجود داره تو یه میزان از توجهی رو فکر میکنی حتما عشقه، اما ممکنه حتما اجبار باشه. یعنی تو داری میگی که رفتار آبان، رفتاری که با ثابت داره از سر ترسه؟ میتونه باشه، میتونه بخشیش از سر ترس باشه. تو وقتی که تو اون شرایط بدهکاری هستی، یه نفر فقط صاحب کارته که میتونه تو رو نجات بده، آیا باش بد رفتاری میکنی؟ آیا کار میکنی که بندازتت بیرون؟ آیا نادیدش میگیری؟ آیا از توجهاتش خوشت نمیاد؟ خب همینه دیگه. من نمیتونم باید این شرایطش رو در نظر بگیری. من به شخصیت خودم اینو نمیتونم بپذیرم که با هر من خیلی خوشبختم که همچین شخصیتی شوهرم شده. تو خیلی بدبختی. شخصیت من با شخصیت خودم نمیتونم برزم که هر فشار بیرونی بازم باعث بشه که من چیزی که مال پارتنرم هست رو به کسی دیگه بدم. این مثل اینه که کشور جنگ بشه، بعد ما بگیم به خاطر اینکه داره بهمون جنگ میشه، به خاطر اتفاقاتی که داره میفته ما یه چیزی رو ببخشیم. نه، شده آدم باید خونش هم بده ولی پای چیزی که دوست داره واسه. من نمیپذیرم. حتی از سر ترسش هم نمیپذیرم، از سر تهدیدش هم نمیپذیرم. پس کلا قانونای یک سری از قانون‌ها هم از بین میره اینطوری. مثلا خیلی از همین موضوعات به عنوان تجاوز شناخته میشه. یعنی اگه اتفاقی هم بیفته، قانون و اون قاضی میاد این راه رو در نظر میگیره که این خانوم تحت این شرایط واقعا مورد تجاوز قرار گرفته شده. حتی اگه خود اون خانوم هم تن بده، یعنی بگه که اوکی من اوکی ام. میدونی چی میگم؟ آره، اون اونجایی میگه قانون میگه زمانی که یه نفر رو تهدید میکنی، خب مثلا چاقوی، تفنگ. نه عزیزم، چرا دیگه نمیگه؟ چرا قانون زمانی میگه شما در خطر جانی، توی خطر جانی قرار گرفتی و برای اینکه این خطر جانی رو رفعش کنی تن به رابطه میدی. این هم مصداق تجاوزه که درست مصداق تجاوزه. برای اینکه نه شما شرایط به این سختی. ببین این شرایط به این سختی میتونه اصلا اتفاقی هم نیفتاده ها. خب نه این که دیگه خیلی مسئلهش باز میشه، این که خیلی چیزا میتونه پوش کنه. اصلا من نمیپذیرم، اصلا وارد نشیم کلی نمیشه صحبت کرد. این مونه که مثلا یه نفر شما با عکساش تهدید کنی و آبروشو بخوای ببری،
بخوای اذیتش کنی، بخوای مثلا زندگیشو به هم بزنی. منظورم همون شرایط سخت. خب آره نه اون بس اساس آبان تو هم شرایط قرار نگرفته کاراکترش. باش ببینیم در ادامه چی میشه سریالش. ولی من کلا نمیپذیرم که شخصیتی که در سریال آبان خلق کردن شخصیتی باشه که شخصیت خوب و پاک و صدیقه نشون داده بشه و امیر کلا یه شخصیت خیانتکار باشه و رابطه ای که الان آبان داره با ثابت میگیره رو رابطه موجهی جلوه بدن. از نظر من رابطه ای که شکل گرفته بویی از خیانت و قدم‌هایی از خیانت میده و حتی شاید حالا جدای از این بس چیزی که تم فکری که دارم اینه که جوری سناریوی داستان جلو ببرن، چون اول آبان شخصیت زرنگ بود، بعد حدوداً داره کارهای احمقانه میکنه، در نهایت بتونه با یه حرکت زرنگ خودش از دست ثابت بکشه بیرون و نسخه ثابت بپیچه. حالا اینکه امیر اینجا چه اتفاقی براش میفته دیگه میشه مسیر داستان. ولی حتی اگر آبان خودش رو بتونه از دست ثابت بکشه بیرون هم بازم به نظر من رابطش با امیر درست نمیشه، به خاطر تمام این گام هایی که هر کدومشون اشتباه انجام دادن و هر کدومشون خیانت رو به نوعی تجربه کرد. نه نظرتون رو درباره فریبرز ثابت هم بگیم که گرگی با تجربه، طماع، صبور، کاربلد، تشنه، استاکر به روز نمیتونه ناجی باشه. نه قطعا شخصیت ناجی از نظر من نیست، چون به هم ریخته. بستگی داره از کجا نگاه کنی. خب از کدوم قسمت نگاه کنی. آره چون خیلی وقتا هم مثلا از طرف آبان که نگاه میکنی خب ناجی برای آبانه. آره یعنی واقعا از اون طرف میبینی که یه نفری که منتظره یه فرصتیه که تو بهش نیازمند بشی، خب آره میشه ناجی تو. ولی آیا این شکارچی نبوده؟ چرا بوده؟ مثل این اونه که یه نفری رو تو ظالم دره واسطاده، آره. خب دور کمرش یه طنابه، نمیبینته، هلش میدی میفته، طنابو میگیری برمیگرده، خب تو خودت هلش دادی ولی حالا طنابه هم تو دست توه. ثابت دقیقاً شخصیتش اینه و تو هر خودش کار مثبتی فاتحه که خونده به همه چیز ولی خودش داره طنابو نگه. هر کار مثبتی که براش بکنی یکم طنابو میاره بالا، تو یکم نفس بکش، دقیقاً یکم خوشحالی به دست بیاری و توجهش کاملا به توئه. دیگه الان گول خوردی پس خیانت نکردی. دقیقاً خیانت کرده. اصلا نباید به توجه پاسخ بدی. میخوای خودشو بندازه طنابو ببره. فکر می‌کردم روی سوال با هم به توافق نظر رسیدین یا آخرش. اصلا من نمیتونم بپذیرم رفتاری که برای یه پارتنر با کسی دیگه داشته باشی. من این رو نمیپذیرم از یک انسان و از یک کاراکتر، مگر اینکه اون کاراکتر قبول شه که کاراکتری که حالا در داستان به عنوان کاراکتر خائن شناخته بشه، مثلا امیر که داره خیانتش مشهود تو سریال نشون داده میشه. این که شخصیت آبان به شخصیت موجه نشون داده بشه برای من قابل پذیرش نیست و اصلا همین واسه سریال رو من در لیست نبین‌های خودم قرار بدم، با اینکه میبینم ولی در لیست نبین‌ها قرار بدم. چرا؟ به خاطر اینکه داره شخصیتی رو موجه نشون میده که موجه نیست کارهاش. بله الان من یاد نگیریم بدآموزی برای من. جنبندیتون رو می‌خواستم درباره شخصیت آبان بپرسم که گفت محمد رضا. فائزه هم اگه حرفی داره. به نظر من واقعا قابل احترامه، چون خیلی یعنی باید تلاشاشو ببینی، یعنی باید در کل داستان در نظر بگیری و ببینی که واقعا تلاش کرده برای اینکه این از این مخمسه بیرون بیاد. کدوم زنی از لحاظ اقتصادی، احساسی اینا همه تلاش میکنه یا سعی میکنه که از یه سری از مشکلات واقعا بیرون بیاد؟ خیلی از خانوم ها وقتی که این مشکل پیش میاد میکشن کنار، سریع تسلیم میشن. ولی خب باید اینش رو ببینی و برای من واقعا این تیکه از وجود آبان قابل احترام. مرسی بچه‌ها که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم این سبک جدید، این ویدیوی جدید براتون جذاب بوده باشه. سعی کردیم چیزی رو به چالش بکشیم که خودتون هم دارید میبینیدش، میتونه رو خودتون، روی جامعه‌ای که داریم، رو هر کدوم تأثیر بذاره و دوست داشتیم این کاراکتری که ملموسه براتون اتفاقاتش رو بیایم به چالش بکشیم. حالا اون نگاه حقوقی که ما داریم، اون نگاه تجربی که داریم رو داشته باشیمش. هر نظری دارید در شخصیت آبان، در سبک ویدیو، برامون حتما کامنت کنید. خیلی دوستتون داریم. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدارتون. خدا بچه‌ها. یا خدا. آره ادیتور اسم داشتیم. چیه؟ بسم الله. اشکی. نه اشی پاکار. اون نمیخوای سوال جدید بپرسی تا جذاب بحثتون گفتم ادامه بدیم.
حس میکنم صدای تو نسبت به من خیلی بالاتره، چون الان مثلا تو اینطوری حرف میزنی و نمیتونم فکر کنم با نوع رفتار